رحم و شفقتی که عالم نشان می‌دهد آمادگی برای تعلیم دادن مردم و خواهش مردم برای آموختن خیلی برجسته بود و این یک رسمی است که ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌گیریم تا صحابگان و بعد از صحابگان به تابعین و چگونه آنها علم را از نسل به نسل رساندند. و در اصل کودک در حلقه نشسته نفع گرفته میتواند و میپرسد هر سؤال را که به پرسیدنش نیاز دارد و آنها اصلا معلمان خود را دوست می‌داشتند. پس این روایت از عبدالله ابن حارث رحمه الله است، نه صحابه بلکه تابعین. و او یک حکایه را درباره خود همچون کودک نقل میکند و میگوید وقتی که من کودک بودم من به حلقه بعضی از صحابگان و بعضی از تابعین کلانسالتر یا بعضی از وارثان بزرگ صحابگان رفته اشتراک میکردم و یکی از آنها که من در حلقه اشان نشسته بودم کعب الحرب رحمه الله بود. و کعب مردی خیلی جالب بود. او یکی از استادان یهودی معروف بود که اسلام را قبول کرده بود و او استاد از یمن بود و در زمان عثمان رضی الله تعالی عنه اسلام را پذیرفت. او هیچگاه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات نکرده بود، اما وی عالم کلان در این دین شد و از زیبایی این دین است که عالمان از دیگر اعتقاد به آن داخل شده در بین آن هم عالم میشوند. همین طور کعب درس گفته ایستاده است. عبدالله میگوید که او تفسیر سوره انبیا را میکرد و او به آیت 20 آمد و در آیت درباره فرشتگان سخن میگوید و الله میگوید یسبحون اللیل والنهار لا یفترون که فرشتگان الله را شب و روز حمد و ثنا میگویند و هیچگاه خسته نمیشوند. آنها هیچگاه خستگی ندارند. سبحان الله. آنها پیوسته سبحان الله میگویند. آنها پیوسته الله سبحانه و تعالی را عبادت میکنند به ضرورت تنفس، خوردن یا نوشیدن. هیچگاه یگان نمودی خواهش را حس نمیکنند. آنها در حقیقت لذت میبرند. خوشنودی آنها در ذکر و عبادت الله سبحانه و تعالی است. پس عبدالله میگوید وقتی که او در میان درس آن را گفت من حیران شدم. من میگوید اما یشغلهم عن التسبیح الكلام والرساله والعمل. من گفتم استاد لیکن این چه خیلی امکان دارد که آنها میتوانند بردوام ذکر کنند، میتوانند بردوام عبادت الله سبحانه و تعالی را کنند، وقتی که آنها باید پیام ها ارسال کنند و آنها باید عمل ها را ثبت کنند و آنها این کارهای معینی انجام دهند و آنها سخن هم میگویند. چگونه این است که آنها همیشه تسبیح میگویند؟ چگونه الله میگوید لا یفترون؟ پس کعب میگوید جوانی که این را گفت کجاست؟ پس بعضی از کلانها در حلقه عبدالله را نشان دادند و گفتند که این جوان از بنو عبدالمطلب که جوان است از قریش. همین طور کعب برخاست و به نزد عبدالله حرکت کرد. پس عبدالله میگوید وقتی که او به نزد من می آمد، منظورم که شما تنها تصور کنید هنگامی که استاد به نزد شما می آید و شما در درس خلال رساندید، او شاید کلتک میگیرد یا چیزی به این مانند. حداقل این است که ما چیزی تصور میکنیم. او میگوید برعکس او به نزد من آمد و پیشانی مرا بوسید و او به من خیلی دلسوزانه گفت یا بنیه انه جعل لهم التسبیح کما جعل لكم النفس. او گفت ای پسرم البته الله سبحانه و تعالی به آنها تسبیح داد و تسبیح را برای آنها ساخت، عملی جلالی او را ستایش نمودند همان طوری که نفس کشی را برای شما ساخت. و او گفت الیس تتکلم و انت تتنفس؟ آیا تو گپ میزنی و همزمان نفس میکشی؟ و من سرم را جنباندم و بله گفتم. و او گفت و تمشی و انت تتنفس؟ و در یک وقت تو راه می روی اما هنوز نفس میکشی؟ و سرم را جنباندم و بله گفتم. او گفت همین طور فرشته ها قادرند برداشت کنند آنچه را که الله سبحانه و تعالی به آنها داده است و آنها همیشه در حالت تسبیح هستند و آنها بس نمیکنند، اما طوری که تو نفس گیری را بس نمیکنی، گرچه که تو یک چند عمل را انجام داده ایستاده ای. سبحان الله. این یک مثال زیبا است که نه تنها از سبب شرح آیات اما باز رسم است برای رسانیدن آن. چقدر ما باید رحم دل باشیم وقتی که فرزندان خود را تعلیم میدهیم، وقتی که ما برادران و خواهران خرد این امت را درباره دین درس میگوییم. ما باید رحمدلی نشان دهیم و سوالهای آنها را گیریم و کوشش کنیم که به آنها جواب دهیم و نگذاریم که آنها احساس کنند که سوال دادهشان را باید هیچگاه نمیپرسیدند. ما از الله سبحانه و تعالی میپرسیم و ما همان یک مهربانی، رحم و شفقت و کافی آموختن در دین را نصیب گرداند که ما توانیم به دیگران تعلیم دهیم و به خودمان و به دیگران فایده آوریم.